من همین پاکستان رفتم دیدم همین جای فقط میبرم میگفتم ده فقط میبرم اینجا خیلی جای گفته فقط من میکردم. ایران برفتیم. ایران با 2 هفته شیشتیم. همینجا به سانی ایران با یک تا بچه قبول میکند ده. نما اسپیتامین بود. اسپیتامین یک تا بچه قبول میکند. سانی همینجا به 2 هفته شیشتیم. بعد نما با ایران با 2 هفته شیشتیم. بعد پاکستان برفتیم سانی. سان پاکستان برفتیم. امی پاکستان با 11 برفتیم ده چی 2011 خبدو مای بر رسیدیم ده. حاج عبدالله گفته که بچه ما قبول کرد میکنه. سان اینجا به زندگی کردیم سانی. سان شوهرم بعد من 2 هفته آمد شوهرم. همینجا به تولد شد. من 2 تا دخترم پاکستان جنگ میشه. بمبار دمون میشه هم آخه جیت گفتگی مشهد سمالیتش امین آمده هم جای بمبار کرد فقط جانمای گرفته هر جای با گریخته نمکردیم الحمدلله باید زنده موندیم. افغانستان برفتیم ده افغانستان ده سانی اینجا ده اینجا به 1.5 سال زندگی کردیم. سانی شوهرم قبیده گرفت امریکا بود. شب بود شب ها رفته بودیم که آمد امریکا سو نمکتی آمد افغان نمش پولیسش نمش کتی آمد. سانی تسلیم شده بروی تون همه تون نمکنی تون گفت تسلیم شایدتون گفته آمد میبرم گفته امی شوهرم به میگفتن. سانی اینجا ده وطن ده 2 تا دخترم مانده بود اینجا ده من فقط میبرم 2 تا دخترم ماند گفته خیلی گیره میکردم ده شوهرم. سانی شوهرم مایلش اکو میفرستانم توی گفت همینجا ده دکتر سعید گفته یک ده قماندانش بود دکتر سعید تو سانی حاج عبدالله گفته که بچه امینو نمونده امین زنا که فقط خیلی گیره میکنه تو اینو به بار نکنید اینو فقط خیلی گیره میکنه. سانی خودش آموخته میشد اینجا با گفته. سانی شوهرم هم امینای گپش با مکرد نمیدونم. سانی موندم همینجا با موندیم. سانی هم خیلی چقدر عذابه دیدیم. شوهرم فقط خانه ده بود و همین استاگی میکرده همین ویران شده خانه درست میکنه تو همین خیلی کار میکنه. تلفن کردم که کار کراسته بود است دادم تلفنش. سانی دادم بگفته دادم من هم همین شوهرم قابید شوهرم سانی من گفتم که انا شوهرم اکون دستگیر شد گفتم من میبرم گفتم دیگه اینجا به نمیشینم گفتم ده من میبرم گفتم. سانی اینو گفت که اگر شوهرت محمد ما کند گفت ما یویم شوهرت گفت اگر ما باشد گفت سانی ما میکنیم گفتم رای میکنیم گفت. سانی جیم بود خیلی تمام 3 سال 2 سال شوهرم گم بود گجاده زنده می یا نمامه معلوم نبود. سانی همینجا با گشتیم سان تلفن کردم خانه با دادم با تلفن کنم اگر دادم گفت که شوهرت اینجا با آمدگی تو کجا با گشت توصیه گفته. سانی من اینا با امی عریضه نوشتم که من میبرم من شوهرم امی نما با دست گفته نما با امی آدم خواهی ابو بکر گفتگی یک بچه محمد نگاه میکنه امی بیش و خوابه نگاه میکنه امی با خط امی عریضه نوشتم که من میبرم. سانی مایلش گفت هم نکنیم بود مشورت کنیم بود سانی یا سانی این بایم 6 ماه گذشته همین پگمیری